سلام میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز دانشگاه مجازی فیل. ما تو این برنامه قصد داریم تا مبانی اینترنت رو برای شما دانشجویان عزیز توضیح بدیم. امیدوارم که این برنامه بتونه سطح علمی شما عزیزان رو افزایش بده. با ما باشید. اینترنت دقیقاً چیست؟ چنانچه این سوال را از 10 نفر بپرسیم احتمالاً 10 پاسخ متفاوت خواهیم شنید. اما به زبان ساده اینترنت عبارت است از گروهی از کامپیوترها که از طریق خط تلفن یا دیگر روش‌های ارتباطی با هم مرتبطند. در حال حاضر مجموعه‌ای از میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر جهان شبکه اینترنت را تشکیل می‌دهند. هر یک از این کامپیوترها حاوی اطلاعات گوناگونی است که هر کس با در اختیار داشتن یک کامپیوتر، یک مودم، یک خط تلفن و یک نرم افزار مناسب می‌تواند به آنها دست یابد. به محض اتصال به شبکه می‌توانیم به کامپیوترهای مختلف دست یافته و نگاهی به اطلاعات ذخیره شده در آنها بیاندازیم. حتی می‌توانیم بخشی از این اطلاعات را به طور دائم به کامپیوتر خود انتقال دهیم. با توجه به آنچه در درس 1 گفته شد، آیا با اتصال به شبکه کامپیوتر ما جزئی از اینترنت می شود؟ لزوماً خیر. این همان تصور قدیمی است که می‌تواند قدری گیج کننده باشد. اصولاً دو نوع کامپیوتر در شبکه اینترنت وجود دارند. نوع اول کامپیوترهایی هستند که حاوی اطلاعات بوده و در دسترس همگان جهت دستیابی به اطلاعات آنها قرار دارند. این کامپیوترها هاست یا سرور خوانده می‌شوند. نرم افزارهای خاصی بر روی آنها نصب شده تا آنان را برای سایر کامپیوترها قابل دسترسی سازند. نوع دیگر همان کامپیوتر معمولی من و شماست. این نوع کامپیوترها می توانند به اطلاعات موجود در شبکه اینترنت دسترسی یابند، اما خودشان قابل دسترسی از سوی سایر کامپیوترها نمی باشند. به دیگر سخن، هنگامی که به اینترنت وارد می شویم، می توانیم ضمن گشت و گذار در شبکه دیداری از دیگر کامپیوترها به عمل آوریم، اما کامپیوتر ما برای دیگران قابل دسترسی نیست. این گونه کامپیوترهای غیر قابل دسترسی توسط دیگران در شبکه اینترنت کلاینت خوانده می شوند. بنابراین هنگامی که یک کلاینت به اینترنت متصل می شود، بخشی از آن تلقی نمی شود، مگر آنکه با نصب نرم افزارهای ویژه به یک سرور بدل گردد. موضوع دیگری که می تواند گمراه کننده باشد، همانا تفاوت میان شبکه‌های تجاری آنلاین مانند کامپیوسرو و امریکا آنلاین با شبکه اینترنت است. آنها از یکدیگر متفاوتند. یک سرویس آنلاین عبارت است از مجموعه‌ای از کامپیوترهای حاوی اطلاعات خاص که تنها در دسترس اعضا قرار می‌گیرند. چیزی شبیه به یک باشگاه خصوصی. هنگام ورود به یک شبکه آنلاین می‌توانیم به اطلاعات تهیه شده توسط آن دست یابیم. اطلاعاتی همچون آخرین اخبار و یا گروه‌های مباحثه. اما اکنون بسیاری از این شبکه‌ها امکان خارج شدن از آن و ورود به اینترنت را فراهم می‌آورند. حتی اگر برای دستیابی به اینترنت از یک سرویس آنلاین استفاده می‌کنید، این دو موجودیت‌های کاملاً متفاوتی دارند. بعدها در همین فصل به چگونگی ورود به اینترنت خواهیم پرداخت. شاید بهترین راه برای توضیح اینترنت تشریح اعمالی باشد که می‌توانیم با آن انجام دهیم. همانطور که پیش از این خاطر نشان گردید، حجم عظیمی از اطلاعات بر روی کامپیوترهای موجود در شبکه انبار شده است. بسیاری از مردم برای مشاهده این اطلاعات از اینترنت سود می‌جویند. اطلاعات به طرق متفاوتی انبار می‌شود. شناخته شده ترین طریق استفاده از ورلد واید وب یا شبکه سراسری جهانی است. کلمه وب تقریباً مترادف اینترنت است، اما در واقع تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن، وب تنها یکی از راه‌های نگاهداری اطلاعات در شبکه اینترنت است. وب اطلاعات را در قالب وب پیج یا صفحات شبکه نگاه می‌دارد. صفحات وب می‌توانند متن، تصویر، صدا و حتی تصاویر ویدیویی را در خود جای دهند. یکی از نکات قابل توجه وب آن است که به محض اتصال به صفحه وب می‌توانیم با کلیک بر روی نواحی مختلف آن به راحتی به صفحات دیگر برویم. همچنین می‌توانیم از صفحات وب برای دانلود یا انتقال دائمی اطلاعات به کامپیوتر خود بهره بریم. در فصل سوم درباره ورلد واید وب بیشتر خواهیم آموخت.
همچنین چگونگی انتقال اطلاعات از شبکه به کامپیوتر شخصی و ضبط آنها را در فصل 4 فراخواهیم گرفت. راه دیگر برای استفاده از اینترنت ارسال پست الکترونیکی است برای کسانی که دارای اشتراک پست الکترونیک باشند. پست الکترونیک که به ایمیل معروف است، وسیله جالب توجهی برای برقراری ارتباط با مردم در سراسر جهان است. در فصل 5 درباره ایمیل بیشتر خواهیم آموخت. علاوه بر این، شبکه اینترنت ابزاری برای تبادل اطلاعات میان گروه‌های دارای علایق مشترک در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این گروه‌ها نیوز گروپس یا گروه‌های خبری نامیده می‌شوند. بخش یوزنت در اینترنت امکان تبادل با هزاران نیوز گروپس را فراهم می‌آورد. مبحث نیوز گروپس در فصل 6 به تفصیل مطرح خواهد شد. راه دیگر برای کسب اطلاعات مراجعه به یک گوفر سایت یا سایت گوفر در اینترنت است. در سایت‌های گوفر اطلاعات در قالب یک سلسله منوهای متن ذخیره شده است. اکثر سایت‌های گوفر تنها از اسناد حاوی متن تشکیل یافتند، اما برخی حاوی تصاویرند. قدمت سایت‌های گوفر بیش از ورلد واید وب است. اما با توجه به محبوبیت سایت‌های وب، بسیاری از سایت‌های گوفر اطلاعات خود را به اطلاعات نوع وب تبدیل کردند. چنانچه به دنبال یک فایل خاص همچون یک گزارش تجاری فصلی باشیم، بایستی با مراجعه به یک سایت FTP فایل مورد نظر را به کامپیوتر خود منتقل کنیم. سایت‌های FTP مانند ظرف‌های نگاهداری فایل‌ها عمل می‌کنند. به طور کلی در یک سایت FTP امکان مشاهده محتویات یک فایل وجود ندارد. تنها می‌توانیم آن را به کامپیوتر خود بفرستیم. در فصل 4 از یک سایت FTP دیدار خواهیم کرد. کار دیگری که انجام آن در اینترنت ممکن می‌شود، همانا ورود به یک کامپیوتر دیگر و کار با برنامه‌های نصب شده بر روی آن است. البته همگی کامپیوترهای متصل به اینترنت چنین امکانی را فراهم نمی‌آورند. اما در صورت فراهم بودن این امکان، دسترسی به کامپیوتر مورد نظر از طریق استفاده از قابلیت تلنت یا شبکه تلفنی میسر خواهد بود. شمار بزرگی از کامپیوترهای مراکز دانشگاهی چنین قابلیتی را دارند که سایرین مجاز به ورود به این کامپیوترها و استفاده از برنامه‌های نصب شده بر روی آنها هستند. تاکنون با برخی کاربردهای اینترنت آشنا شدیم. کاربردهایی از قبیل تبادل ایمیل، مراجعه به صفحات وب و انتقال فایل‌ها از سایت‌های FTP به کامپیوتر شخصیمان. اما برای انجام این عملیات واقعاً چگونه میتوان به اینترنت دسترسی یافت؟ با فرض اینکه ما یک کامپیوتر، یک مودم و یک خط تلفن در اختیار داشته باشیم، هنوز 2 مورد دیگر برای دسترسی به اینترنت نیاز داریم. مورد اول، باز کردن حسابی نزد یک شرکت فراهم کننده امکان دسترسی در قالب اوقات دسترسی، و مورد دوم، نرم افزاری که امکان مشاهده و کار با اطلاعات بر روی شبکه را به ما بدهد. اکنون ببینیم که چگونه میتوان اوقات دسترسی را خریداری نمود. در صورتی که نزد یکی از سرویس‌های آنلاین مانند سرویس امریکا آنلاین مشترک شویم، این امکان که از طریق آن به اینترنت متصل شویم وجود دارد. یا می توانیم مستقیما اوقات دسترسی را از یک مؤسسه عرضه کننده خدمات اینترنت معروف به ISP خریداری نماییم. در صورتی که شبکه محلی شرکت شما دارای دسترسی به اینترنت باشد، نیازی به خریداری مجوز نخواهید داشت. امروزه بسیاری از شرکت‌ها دارای دسترسی تمام وقت به اینترنت میباشند. در نتیجه این امکان برای کارکنان نیز فراهم خواهد بود. پس از عقد قرارداد با یک مؤسسه ISP، مبلغ ماهیانه معینی را جهت دسترسی به اینترنت طی تعداد ساعات خاصی میپردازیم. امروزه برخی ISP ها در قبال دریافت مبلغی ثابت دسترسی نامحدود به اینترنت را مجاز می‌دارند. با انعقاد قرارداد با ISP و دریافت یک شماره تلفن تماس، ارتباط فیزیکی ما با اینترنت برقرار می شود. اما هنوز هم نیازمند نرم افزار پیشگفته هستیم. برای مشاهده صفحات وب، دسترسی به سایت‌های FTP و استفاده از ایمیل، نرم افزار خاصی لازم است. برای مثال، نرم افزارهایی که جهت مشاهده صفحات وب به کار می روند، وب براوزر یا نمایشگر شبکه خوانده می شوند. برنامه‌های لازم جهت ارسال و دریافت ایمیل، برنامه میل یا پست نامیده می شوند. برنامه‌های نیوز ریدر یا اخبارخوان برای خواندن نیوز گروپ ها به کار می روند. همچنین نرم افزارهای ویژه‌ای برای ارتباط با سایت‌های FTP و یا مشاهده سایت‌های گوفر وجود دارد.